تلویزیون بعد مصیبت 1 سال تماشا نمیکنند، این چی معنا دارد؟ اینش جایز است. در خانه ای که مصیبت شود، اولا خود تلویزیون مصیبت است. تلویزیونی که وقتی در داخلش اگر تربیه نداشته باشد، همون تلویزیون هایی که امروز از کانال های همون انتنه های برابری به ما و شما نشان میدهد، این تشویقات یهود است. چگونه ای که مسلمان ها امروز شما را تشویقات میکند به نماز، به زکات، به روزه، با برادری، به دیگر عمل های خیر، امروز یهود هم مسلمان ها را میخواهند که با راه های همین تلویزیونی از همین دایره اسلام دور سازند. مخصوص کانال ها کردند، کانال هایی که مردها به مردها میرسند، مردها به زنها میرسند، زنها به زنها میرسند. امروز هزارها مسلمان از جمعه میخیزد رفته و تماشا میکنه، در باقی میمونه. العینان تزنیان و زناهما النظر. پیغمبر خدا چشمها هم زنا میکنند. زنای چشم این نظر کردن به همون صورتهای پرنگرافی است. اگر شما همون کیناهایی که امروز یگان کینایی نیست که در داخل او بی فحش و بی فاحشگی باشد، اگر همون برنامه هایی که در تلویزیون ها می شود بیرون از مصیبت هم نگاه کردن اونها مصیبت است، شما گناهگار می شوید. لیکن در خانه ای که مصیبت می شود خوب می شود که 1 سال نه بلکه 2 سال تلویزیون تماشا نکنند، به نهایت ثواب کلان می شود. 1 سال نه بلکه 2 سال آموخت می شوند، ان شاء الله از همون تلویزیون دور می شوند.